آنباکس قوی ترین یوتیوبر دنیا بچه‌ها. بیا اینجا رو بگی چقدر زیباست. واه واه واه. چرا در نمیاد؟ قدرت خدا رو میبری زیر سوال؟ اگه خیال میکنید سگ نیست بچه‌ها. این فکر کنم یک موجود فرازمینیه. صندلی فروش صدام کرد. یواشکی نگام کرد. اونجا رو خزم بگیر. پادشاه آینده. پادشاه بفهم. تو را پدر بردوق فارسی مینامم. این یه تیکه که می‌بینید زرد از شیرای آفریقایی گرفتن. اینجا مال گورگای شهر خودمونه. یه خیابون بچه از کلا صندلی فروشی همه جا رو گشتم تا به این صندلی رسیدم. یهو داشتم یه جا میرفتم یکی صدا کرد اینجا چی می‌خوای صندلی چقدر پول داری؟ گفتم بابا چی داری؟ چی کارا میتونه برام انجام بده این صندلی؟ اینجا باید تشکرم کنم از کسی که این صندلیاش گرفتم. به من بچه‌ها خیلی ارزون. قضیه رو براتون توضیح میدم در حین آنباکس. این صندلی 1 میلیارد تومان پولشه. طرف داشت می آوردش بالا 4 نفر در حین آوردن صندلی کشته شدن. چرا انقدر نخوندمی؟ خار گله رفته تو دستم اعصابم. گارانتی هم بچه‌ها داره. آقای علی نوب مکاریان و بچه برادران این چند تا برادراشو این تو حین بالا آوردن صندلی از دست دادیم. اوکی؟ علی نوب مکاریان و برادرش. بزرگترین مشکل من بچه‌ها من چند تا مشکل اساسی دارم. خب بچه‌م یکم از مشکلات اساسی من بچه‌ها این بود چیزی نیست از کسی پنهان نیست. نه بابا من نوبم. گفت سر تو بذار رو شونه هام گریت بگیره. این قلبم گرفت. سرشو گذاشتم رو شونه هام بچه‌ها گریم گرفت. نه سرم گذاشت رو شونه هام گریم گرفت. گفت بیا بعد اینو می‌نویسم اینجا ضد نوب. اگه می‌خواین شما هم دیگه نوب نباشین واقعا از این صندلی‌ها بچه‌ها استفاده کنین. این هفته هم بچه‌ها مراسم دارن. رفتین اگه اینستاگرامشون رو بچه‌ها دیدین به تسلیت بگین تو کامنت‌ها تسلیت بگین. سیکس نمیدونم بچه‌ها چرا اینجا رخ گرفته براتون. رفتم اونجا دلیلش رو واقعا نمیدونم. اگه خیال می‌کنین سگ نیست بچه‌ها. این فکر کنم یک موجود فرازمینیه. اگه سگی دارید که به سنش میخوره نه بچه‌ها الان بهم گفت که واسه امید اول قیافه‌ام درست کنم بعد بهم اینجوری باشه بچه‌ها میگه سگ سیاه‌سفید میخوام اگه سگ سیاه‌سفید زیبا رو دارید توی کامنت ها بهم بگید سابسکرایب اگه نکردین واقعا گردم گرفت سابسکرایب بچه‌ها قطعا بکوبید یزید باز سودو ساعت میخوام اینو باز کنم بابا بچه‌ها اینجا پیر شدن 6 هفته توپش آورده میخواد با فیلمبردار بازی کنه جلوی فیلمبردار رو میگیره ضد نیستی کمر ضد سرطان شاید بگی امید پولش از کجا آوردی خب من چند تا برادرم از دست دادم الان پارت میکنه اگه پول نداری گفتم خب پول ندارم چیکار کنم خب آشنا دارم نصف بدن تو میتونی بهمون بدی من گفتم به اینا نصف بالا میخوای یا نصف پایین گفت بالا میخوام اگه میدی حساب که اگه نصف بالا رو بدم بچا دیگه نمیتونم براتون ویدیو بگیرم گفتم خب نصف پایین رو بدم بهت خب نصف پایین رو بده عصبانی شد بچه‌ها دستم حقیقتا بعد بچه‌ها اینجا این صدا رو ببینید گیرم اینو کی ساخته دوستای بنا ساخته خب بیا اینجا رو بگی چقدر زیباست واه نصف بدنم ارزی تو کامنت ها بچه‌ها لایک ویدیو رو اگه نذاشتی به نظر شما بچه‌ها گول خوردم نه چرا در نمیاد قدرت خدا رو میبری زیر سوال رفتم اونجا گفت این صندلی خداست دیگه گفتم باشه روخ رنگی بالشتکو بگیر این چا خاکیه نمیدونم شاید دست دوم باشه نمیدونم یا خدا این صندلی فروش صدام کرد یواشکی نگام کرد خیلی ساتیسفاینگ یکی از چیزایی که من گفت نه هر کدومش 1 میلیون تومان میفته نسبت به قیمت صندلی‌ها 1 میلیون بچه‌ها دوست داریم وسط یا خدا آیین زندگیمون رو رعایت نکردیم توپش گیر کرده زیر صندلی من بچگی دوست داشتم تو لباسام قایم شم اینجوری نمیدونم دلش چیه یکی از صفاتم بود دیگه گفتم بعد از این قراولا بگیرم دیگه امیدو کامل بشناسم یکی از کارهایی که باید تو آیین ما نوب سران هست قبل از هر چیزی می‌خوایم باز کنیم می‌خوایم سر سفره بشینیم غذا می‌خوایم شروع کنیم به پزا همه کار یه آیین داریم باید انجام بدیم ارواح عامل نوب سگمون یکم ازشون عذر می‌خوام اگه شما نوب سگی کاغذ بیارین قلم بیارید 90 درجه میچرخی رو به این ور خب خم میشی دست میاد تو زانوات چند تا اینجوری میزنی 1 2 3 4 میاد رو به این ور من اینو پرت نمیکنم اگه میخوای یه پتویی بگیرم شبا با 6 نلرزیم لایک کن ویدیو رو کامنت بذار سابسکرایب کن ویدیو وایرال 4 تا پتو به ما نمیرسه بخریم با این میتونیم پرواز کنیم آه خدا ای تو من اینجا قوی نشون بده هر شام فشار اومد کات کنم سیکس برون ور لی نشین اینو باید اینجوری میبندی رو خودت میخندید حالا اینو میگه گفت باید بخندی که کار کنه بعد این گفت اینو اینجوری میذاری رو سرت اونجا قشنگ نشون داد خب گفت اینجوری دست میزنی بعد میری هوا حالا مثل اینکه بچا باتری نداره بذار اینا برای اینکه غلام ناقص شه بچا اینجا تست نمیکنم غلام ناقص میشه یا خودم ناقص میشم یا 6 حالا سرش میاد وقتی میگن قوی ترین یوتیوبر دنیام سابسکرایب کنین یعنی سابسکرایب کنین سیکس بکن این چه بوی خوبی میده شما هم یکم حسش کنید زبون نزن دیگه یزی این فکر کنم سورپرایزش گفت خاکستر یکی از برادرانمو توش برات گذاشتم این واقعا آقای علی نوب مکاریان خیلی آدم خوبی بچه تگش کنید اصلا گفتمت که لطفی کردیم و این صندلی هیچ ما نمیخرید قدرتشو بچا کسی نداشت خیال نکنین چیزی دیگه حتی خود من نداشتم نصفمو دادم رفت
آهن رو باشه. پیچ مهره بعدی گاهی اوقات میتونی به عنوان چی استفاده کنی. یعنی من بچه بزنم فیلم بردار پوت شده. یک سر همین نمیزنم. سابسکرایب می‌کنید داشتم آف. اون لایک هم بزن، کامنت هم بذار. برو اونجا رو قزم بگیر. شادی روح خودم داشتم میشد هفته سوم، هفته اول که میرفت برادران، هفته دوم فیلم بردار. چند تا چرخ توش داره برای آدمای خیلی فعال استفاده میکنه. مثلا آدمای فعالی که مثل من که دوست ندارم برن نونوایی اینا وصل میکنین به خودتون. خب اینجوری بیش فعالی یکم کمه، وصل میکنین زیر پاها اینجوری میذاری. خیلی بیش فعالی نمیتونی از جا تکون بخوری، اینو میزنین زیر خودت، میگی یکی بعد اینجوری حالت بده میری نونوایی، نون میخوای، میگی نون میخوام، برمیگردی خونه. یه چیزی داریم بچه‌ها من نمیتونم بلندش کنم، انقدر سنگینه. فکر کنم بچه این موتور هواپیماشه. رخ کارو بگیر. با هر تصمیمی تو که گرفتی برو تو این جعبه وایسا، نصف تو بزن بذار توش، خب درش هم اینجوری ببند. فعلا بچه‌ها خداحافظ. آنباکس قوی ترین یوتیوبر دنیا بچه‌ها. از آنباکس صندلی میرسیم به آنباکس قوی ترین یوتیوبر دنیا و پسرش. بخور خیار بخور. بالاخره تخت پادشاهی یوتیوب آماده شد. یه توضیح بچه‌هاتون میدم جنس اینا از کجا اومده. این که کلا بچه‌ها بالای 1000 نفر در حین ساخت این تخت پادشاهی سیستوخی از بین ما رفتن شکی نیست. این یه تیکه که می‌بینید زرد از شیرای آفریقایی گرفتن. اینجا مال گورگای شهر خودمونه. خودم دیدم مثلا این دم کوچیک رو داشت سیخ می‌زد گورگا رو. این یه تیکه از سنگای دریای مازندران و گیلان ساخته شده. اینا به کنار. الان دیگه وقتشه خدا قطع کنه قضیه رو. اول می‌خوام بچه‌ها سیکس رو به عنوان پسر قوی‌ترین پادشاهم در آینده اگه بلای سر من اومد چیکار میکنن؟ یه کاری میکنن پسرشون مینامن پادشاه آینده. پادشاه بفهم تو را پدر بردوق فارسی مینامم. واقعا حلال خور به پدر رفته، واقعا انسان سریع از قدرت دوری کرد، گفت نه پدر خودت بشین. اینجا من ورود میزنم منو قوی نشون بده. همین اینجا رو تمام اینجا رو بکن سیکس پک، اینا رو تمام بکن بازو کارت نباشه. تست کنم دو میدم. یه جوریه بچه‌ها نمیدونن قضیه چه قراره. اینجا میشه داره اینجوری بالا پایین میشه مال کمره. همه چی خوبه بجز کلم. خدایا ای خدا الان خیلی عالی. تست سرعت ازش بگیرم. نوازنده مثل اینکه اینجاشو واقعا میخواد. این دو تا دنده داره. خب یه دندش اینه، این دنده مال بالا پایین کردن اینجا میریم بالا میریم پایین. یه دنده اینور دیگه داره میشه این لالو. اونو زدمش جوجو برو اون وقت خجالت بکش بذار ویدیو رو بگیریم چی میخواد. اینو وقتی میزنی حالت آزاد پیدا میکنه. این فنرش هم اینجا میبینی، اینو شل میکنی اینجوری میشی. اینجا می دنده داره میکشه عقب، اینجوری عقب جلو میشه. دو تا دکمه داره تو اینجوری فشارش میدی قشنگ میشه عقب جیم ورم ورش کنی. و اینجا هم یه دونه دسته داره، اینو اینجوری میگیری قشنگ بالا پایینش تنظیم میشه. تمام. از اون جایی که اول ویدیو خیال کردن شوخی کردم بچه‌ها، من شوخی نکردم. چیزی تو خونه نیست خودم نصف کنم بچه‌ها. خیلی دوستون دارم. تا ویدیوهای بعدی بریم لقمه نون دراری بعد نصف بقیه. خدافظ.